در موج برنامه اطلاعاتی خبر. صدمه مدهش هلاکت نابالغ 16 ساله زیر چرخ ماشین. رئیس ولایت سوخت درباره سرحد و مشکلاتی گفت و شنید با همسایه ها. ما همیشه درباره شنویم گریه شبنم سوریا در توی فرزندانی بهرام غفوری. لاوروف روسیه با طالبان تأسیس حکومت فراگیر را بررسی دارد. تقریبا نصف دانشجویان خارجی تا حال به روسیه برای تحصیل برنگشتند. احمد مسعود طالبان افغانستان را به مکان تروریسم جهانی تبدیل دادند. با شرح بیشتر این خبرون افغانی ها با شما هستم مرتبه رحمانوه. سلام. بنابر اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان صدمه مدهش نقلیاتی در شهر ترسونزاده رخ داده است. طبق اطلاع منبع راننده автомاشین تمغه دیکو ساکن شهر ترسونزاده هنگام حرکت در حدود کوچه میرزا ترسونزاده همین شهر از عهده اداره автомاشین نبرآمده نابالغ 16 ساله ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. با اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان متاسفانه نابالغ 16 ساله جراحت‌های وزمین جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. در حال حاضر از روی گفته کارمندان میلیتسی تاجیکستان از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. یادرس می‌شویم که همه ساله بر اثر صدمه‌های نقلیاتی در قلمرو تاجیکستان صدها نفر جان خود را از دست می‌دهند. رجبوی احمدزاده میگوید مرزهای سوخت همیشه آروم بود، هست و میماند، زیرا از جانب ساکنان ولایت یگان بار سرحد شکنی نشده است و نمیشود. رئیس سوخت در صحبت با نشریه اسیسر تاکید نمود که در تاجیکستان 100% قانون عمل میکند، حکومت فعال است، از هر گونه بی‌ترتیبی و بی‌نظامی جلوگیری میشود. او اینچنین اضافه نموده است که جانب تاجیکستان همیشه آماده است پرابلم‌های مرزی را در سطح مقامات دولتی نه اهالی نه شخصان شبهه انگیز حل و فصل کند. احمدزاده در ضمن تاکید کرده است که تاجیکستان یک وجب زمین خود را به کسی نمیدهد و واروخ ابدا در ترکیب جمهوری تاجیکستان باقی میماند. در مورد ساکنان تاجیکستان که در بی‌ترتیبی های اخیر در مرز با قرقیزستان آسیب دیدند، احمدزاده تاکید نموده است که جانب تاجیکستان خانواداری همه ساکنان ضرر دیده را 100% برقرار و از بودش هم خوبتر و بهتر بنیاد نمود. چند پیش فرزندان آوازخوانی زنده یادی تاجیک بهرام غفوری که قربانی یک صدمه مدهش نقلیاتی گرده بود جشن دامادی برگزار کردند و اکثر آوازخوان‌ها به خاطر همکسب غیرمرگشان در این چاره‌بینی خدمت به جا آوردند. میان آوازخوان‌ها همچنین ستاره استراده تاجیک شبنم سوریا قرار داشت و قبل از سرودخوانی او همسری بهرام غفوری را شادباش نموده اشک ریخت. در ادامه او گفت که جای بهرام را هیچ کس گرفته نمیتواند، زیرا او یگانه و مهربانترین بود. یادآور میشویم که بهرام غفوری آوازخوان معروف تاجیک صبح 7 آگوست سال 2020 در یک صدمه نقلیاتی در شهر دوشنبه از عالم چشم پوشید. وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف ضمن یک محاکمه عمومی سیاسی در اجلاسی 76 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک درباره افغانستان اظهارات داد. در سخنرانی خود او از تماس روسیه با طالبان در مورد تأسیس حکومت فراگیر در افغانستان ذکر نمود. وزیر امور خارجه اشاره کرد که پس از خروج سریع نیروهای آمریکا و دیگر نیروهای ناتو از افغانستان سلاح‌های زیادی در این کشور باقی ماند. وزیر کارهای خارجه تاکید نمود ظاهرا همه ما باید مطمئن باشیم که این سلاح‌ها به هدف‌های بد استفاده نمی‌شوند. با گفته سرگئی لاوروف روسیه جانبداری ترغیب حل مسائل افغانستان توسط فرآمدهای مختلف سیاسی بررسی وضع افغانستان با ایالات متحده امریکا، چین، پاکستان و دیگر کشورها می باشد. و تاکید کرد که فدراسیون روسیه در چهارچوب روند آستانه به اعتدال آوردن وضع در سوریه کمک می کند و با تمام احزاب لیبیا برای عملی کردن اصلاحات سیاسی همکاری می کند. لاوروف گفت که در افغانستان، سوریه، لیبیا و دیگر نقطه‌های داغ از همه بازنگران بیرونه طلب کرده می شود که خصوصیت‌های فرهنگی و تمدنی جامعه را درک کنند.
زیاد از 145,000 دانشجوی خارجی هنوز به دانشگاه‌های روسیه برای تحصیل برنگشتند که بیش از 900 نفر آنها از افغانستان میباشند. اطلاع داده از دفتر مطبوعاتی وزارت معارف و علم روسیه. باید قید نمود که طبق معلومات سفارت روسیه در افغانستان تا 20 سپتامبر برای ورود دانشجویان به روسیه 529 ویزا داده شده است. طبق نظام اطلاعات تحلیلی مانیتورینگ وزارت معارف و علم روسیه تا 15 سپتامبر شماره دانشجویان شهروندان افغانستان در روسیه داخل شده همگی بیش از 1000 نفر را تشکیل می‌دهد. وزارت معارف و علم خاطر رسان شد که بنابر شدت وضع افغانستان ورود به روسیه در حال حاضر صورت نمی‌گیرد. آمدن دانشجویان تا آخر ماه سپتامبر در نظر است. وزارت قید نمود که حالا 95% دانشگاه‌ها فعالیت تعلیمی را در شکل روزانه یا آمیخته می‌گذرانند. برای دانشجویان خارجی که به روسیه وارد شده نتوانستند تحصیل را در دانشگاه‌ها با استفاده از تکنولوژی‌های فاصله‌ای در شکل فاصله‌ای براه ماندند. احمد مسعود راهبر جبهه مقاومت در یک کنفرانس به افتخار احمدشاه مسعود در دانشگاه کمبریج بریتانیا ضمن انتقاد از طالبان خواستار تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان شد. تاریخ افغانستان ثابت کرد که تشکیل حکومت بر اساس تنها یک بخش جامعه و بار کردن آن به تمام مردم بی‌ثمر است، گفت راهبر مقاومت. با گفته او مردم محلی باید قدرت انتخاب راهبران و مسئولیت آنها را داشته باشند و این معادله اداره کنی در افغانستان در عصر گذشته وجود داشت. و در ادامه با انتقاد از طالبان گفت آنها بعدی به قدرت رسیدن در کابل حقوق زنان را نادیده گرفتند و آنان را از حق تحصیل محروم کردند. مسعود میگوید که طالبان افغانستان را به مکان تروریسم بین المللی تبدیل دادند که این برای منطقه و جهان خطر سیاه دارد. او گفت ما خواهان یک دولت فراگیر هستیم، دولتی که به حقوق زنان احترام گذارد و با تمام کشورها رابطه حسنه داشته باشد. در همینجا میرسیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه‌های دیگر تنصیحت و پیروز باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر. از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.